یک روزی آفتابی سویدن، استکهلم، ولینگبی رفتن به سر خاک خسرم. بنده خدا فوت شده اینجا. این همه تلاش، زبان یاد بگیر، راه قچاق بیا، بیرز قبول شو. خب دیگه بنده خدا مریض شد. خدا و دنیایش خوب کنه. خدا همه مردگان رو بیاموزه. یعنی طرف که هسته سمت چپ فکر کنم خاکای مسیحی های اینج قسمت هسته. پایین تش که هسته باز خاک مسلمان ها هسته. دست راستم فکر کنم خاکی مسیحی های. این بنده خدا 2 نفر هسته. فکر کنم آره 2 نفر هسته. اینجا خاکایی هستم که 2 طبقه. حتی فکر کنم 3 طبقه هم هسته. پایین تش که هسته از مسلمان های. یک بچه فوتبالیستم بنده خدا خاک شده. اما توپ شکسته در بالای سرش هسته. این طرف ها که هسته خاکای مسیحی های. بعضی هاش سنگمنگ نمیکنه، مترک چیز میله یک شم روشن میکنه خلاص. البته سنگ اینجا خیلی قیمت هسته. هر کس خرده نمیتونه. این زیب پایین آنهای قرآن نوشته ده خاکی مسلمان های. البته خاکم اینجا خیلی قیمته. 25,000 30,000 کرون اون جایی را باید آدم بخره تا فکر کنم تا 20-25 سال. 25,000 کرون 30,000 کرون باید بخره و پولش پرداختن از او. بچه هم اگه آدم ادامه داد باید ماهانه یک پول بیدیه. ولی اگه ادامه نداد دیگه و یگان چیز دیگه همشه فکر کنم. این بنده خودم سرخاگی دوستا و فامیلای خود آمده. این یک بچه جوان همشری هم هسته. تقریبا فکر کنم 14-15 ساله. اینا کلن خاک است. یعنی بعضیش مثل چمن شده دیگه، هیچ چیزی نداره. اینی هم بچه فوتبالیست که میگفتم اون بنده خدا توپش بالای سرش. مرگ دیگه. وقتی مرگ که آمد اجل پره شد.
فوتبالیست پولدار به پول نمیشناسم. اینجا هست قسمت مسلمان هم هست اینجا، اینی که مثل پرچم پاکستان علی است، این خاک مسلمان ها. بعد این هایی که هست، این ها تقریبا تازه آورده، تازه 3 ماه 2 ماه 1 ماه. یعنی خاک خسرم است. آقای رحیمی، من یک فاتحه خواندم در روی همه مردا. خدا رفتگان همه رو بیامرزه و دنیاش خوب کنه. یعنی سمت چپ که هست فکر کنم تازه آورده بنده خدا را. گلمولجی درخت مرخش تازه اونجا است. یعنی که چود رویش هست، این کنده آماده است. کدام بنده خدای در شفاخانه یا در سردخانه آماده اینجا است دیگه. یعنی کلن این میو جدید های دیگه می ردیف و اونو طرف شم یک دنه چوب تازه اشته، کنده رویش یک چوب اشته تازه. اینی رم تازه آورده بنده خدا را. خدا رحمت کنه، خدا همه مردگان رحمت کنه و دنیاش خوب باشد.